پیش. ساعت تمام 7-10 دقیقه صبح ما از سوی هاره به سمت شرق حرکت کرد. چنان رو به شرق مسیر رو ادامه میدیم. خب با کمتر شدن مه ما در مسیریابی شرایطمون بهتر میشه. چقدر رنگ اینا پوستشون قشنگه. اینا که اصلا شکاری هستی یا شکاری هن اینا؟ میگم یعنی چی شکاری هن؟ اینا همه شکاری هم اونجا. یعنی شما کوه اینا رو گرفتی؟ آره. نکنه زاد یعنی زاد و ولد کردن با با هر کدومش الان 1500 کد نداد. یعنی اختلاط گوسفند با بز کوهیه؟ آره. نه دیگه بز با بز کوهی. و بالاخره اختلاط شده دیگه. اینا همه کوهی. ندیده بودم تا حالا. جای مهراد خالی. الان کوروش اینجا بود حساب اینا رو میره. برم کنار. دو جانور وحشی که من دارم با اینا شاخ و شاخ بدن. چیز میخورین؟ رانی میخورین تا خونکه؟ آقا الان حیفه. آخه بذار تو برگشت که آخه حیفیشو به این میگم که خنکه. انرژی تموم شده. ها؟ میگم بذار تو برگشت که انرژی تموم شده. خدا وکیلی آقای کاظمی. بله. ما در پیاله عکس بام برفی دماوند. ای بی خبر از لذت شرب مدام ما. هم که یخاره. قبول داری این الان کفران نعمته؟ کدوم؟ که ما همین فقط چند دقیقه اینجا چای قشنگی رسیدیم. یه مقدار آب بخوریم. اینجوری تقسیم کردی؟ آره. خیلی مساواته. شکر نمیخوای؟ نبات انداختم. یا شش داریم نزدیک گردنه میشیم. جاش بسیار شبیه این دیوارها بسن شبیه هم منطقه پاشوره است. همین حالت زرد و بدون پوشش گیاهی و
الان اینجا اومدیم که غم نیست دیگه. الان هزار تا بدبختی دارم، باور کن یکیش یادم نیست. چه سوار کرد می‌بینی؟ سر اون برده آره. لای چمنا اینجا هم خاک سرخ هست. خیلی هم هی داد و بیداد میکردن، ناله میکردن. آره من هیچ چیز نداشتم، مثلا درگیره آدم اینجا داشته. این سگه. این گرگه آیه کازی. اما من نزدیک آوردم، پوزه بلند نیست، پوزش کوتاهه. اگر پایین بیاد سگه. والله اصلا آدم شک میکنه شاید هم گرگم باشه. عضلات پاش ببین آیه کاظمی نگاه کن، اما دویدنشو دیدی عین فنر میدوید. عضلات پاش یه جوری بود که آدم احساس می‌کنه بیشتر به گرگ میخوره. اروپایی نشون میدن خیلی فرق میکنه. نمیدونم، به هر حال پوزش بلند نبود. شکل دویدنشو من شک من پاهاشو که عضلاتشو که نزدیک اینجوری میدوید. معمولا گرگ اینجوریه. حالت بپر میره. پا رو داری اونجا رو نهاش دیدیش؟ چیو گفتی؟ قار آها آره چه خوشگلم هست. در سیگ درستش کرده. صحبتش آره، از خود کوه داره دود بلند میشه. عکسای قشنگی من گرفتم حالا اونم که به نظر پاشوره میاد. سال اینه که اگر چه عمر به هر حال اهریمنی 1000 سال باشه ولی با این حال محکوم به نابودیه. خب بچه ها من حرکت کردم. میخواد که خب چندین گردنه رو پشت سر گذاشتیم، اما در پی اون گردنه دیگه. ساعت 10 دقیقه به 2 ما الان رسیدیم سر این گردنه دیگه. خب این دره من رودخونه امرک بهش میگن، اینجور که اومدون نخونیم که گوسفندسرای قشنگی داره اونجا. اونم که منطقه ارجمنده. فکر کنم سد نمرود هم اینجا دیده بشه. من تو
صفحه مانیتور خوب نمیبینم. دامنه های جنوبیش خیلی قشنگه، خیلی زیباست. چشم انداز خیلی قشنگی داره اینجا. دقیقاً همینه ها، توی عکس همینه. دماوند ما هم که از این روستای هاره اومدیم بالا دیگه، جنب اون خونه آب معدنی. به نظرم قله‌هایی مثل ناظر و اینا هم دیده بشه در اون انتها. چمنخو کدومه؟ اون برم که منطقه گل زرد و آیه بابایی قله همینه. آه شوچ دقیقاً همینه ها. ببین نمایی از داخلی جمهوری خونه همگی از یاد عروس چیه؟ اسم تطهیر و بنوشانه. وای فشارم بدجوری، یه لحظه قندم افت. اونم که یه ذره برف روی چیز دیده میشه، دو برار. درشم اونم که پرشوره هستی درش میزنه بالا. باشه من خودم گردنه رو اومدیم همینجوری کشیدیم بالا. خیلی لذت میده. این دشت و این روبرو چقدر قشنگه. ولی عجب خورد چیزه رو چی بود؟ مال ماه؟ نه مال منه. کلا یعنی موضوع سنگای اینجا ما الان از دوبران ارتفاعی کم نداریم ها. تقریبا قله هوچ من نه دیده نمیشه، قله اصلی دیده نمیشه الان. یعنی پشت پاشون از اینجا که اومدیم این سراشوبی رو بیام بالا، این یه تیکه خیلی این شنا و اینا از شیب تون خب انرژی میگیره. شیب تون در مجبور مستقیم بیام خب دارید بزنیم. مثلا یکی از سخت‌ترین مسیرهایی که تا حالا اومدم این بوده. اینجا کومنان میده، کرشان هم ناجور بود. کرشان هم خیلی وایساده. حالا این شیب خیلی تند و این شنا و سنگریزا از اون دور صدای چیز میاد. رویم که بالاست. آی روی ساعت 56 دقیقه 19 مرداد 97. این آخریش روس ما رو کشید. نفس هم معلوم. دست به سنگ شدیم مثلا. دست به سنگ هم شد. آی بابایی این نیومد اصلا. به قول آقای روحی کار عاقلانه ای کرد. تبریک میگم آقای روحی. من همچنین خسته نباشین. عجب با راهنمایی شما با کمک شما ما این لذت ها رو از این قله ها میگیریم. با سخت کوشی خودتون باعث شدیم واقعا هم قله بسیار بسیار زیبا و با عظمته.
بسیار البته سختی خاص خودش هم داشت، کمتر قله ای. آره. اینقدر به ما سختی داد. 100 متر 50 متر آخرش واقعا خیلی. آره دیگه اون 200 متر آخر، این 50 متر آخر که دیگه اوجش بود. آره دیگه واقعا یه ما دقیقا اینجا اومدیم. یه گروه هم دارم بیان. آها ایناشش پایینن 4 نفر بکنم دارم نمیرم پایین، نه دارم میام بالا انگار. دارم میام بالا دیگه. خب ما از اون هاره من اون گزارشی هم که خوندم اونو نوشته بود. آره اینجا همینجا اومدیم رسیدیم اینجا. آره روی لحظه بعد ما اومدیم از روی اونجا دیگه این تیکه ها دیگه اینجا به بعد دیگه ما 4 دست و پا این آخر 50 متر دیگه 4 دست و پا می اومدیم دیگه، دست به سنگ به تمام معنا بود. هرچند صخره‌های خیلی خطرناک اونجور چیزا بگی تو مسیرمون نبود، اما خب سر خوردن اگه میخوردیم خیلی ذره اذیت میشه. سمت شرق آغاز میکنیم. خب خط و رأس امیریه. به نظر مثل اونا کوههای بوم و میشین مرگ باشن. اونا نقشه اون حملام نیست. این منطقه مثلا آشنا نیستم، تا اولین بار به این منطقه اومدم و خط و رأس باشون. به نظر مثل میشینه مرگ باشه. آره این که نمیتونه میشینه مرگ باشه. من به نظر کوه پرچنان میاد. از سبززارهای قشنگ دامنه‌های شمالی این کوه ها نمیدونم دیگه چیه. این قله خیلی قشنگم، نمیدونم اسمش. خب اینم بلنده، به نظرم 3 و نزدیک 4 باشه. خب خط و رسمای منطقه نشل و یه نسل منطقه پردمه اونجا. شمال هم که مه گرفته. خب رو به غربیم دیگه. این دیوارها که خیلی ناجوره. خب اینم که هاره. این که دماوند که امروز بارها در برابر دیدگانم اون برم که دو خواهرون و کوههای ناظر رو میبینم. این برم اصلا دو خواهرونه، هم ناظره. کوههای منطقه نمارست
بهمنی از شنسکی من رو انداختم رویم زیر ما. حتی خب خطرناک نیست میشه، خب دیگه رفت اون پایین. اصلا انگار رودخونه هست اینجا. نه قصه پروژه بریم اونجا دیگه، برسیم اونجا دیگه مسیر هموالیه درگیری دیگه. این از صعود به قله امیری شاه طماس به حدود 4000 متر، 3900 تا 4000 متر من دیدم تو نقشه‌ها. ببین در کجا داره نماز میخونه آقای بابایی، چه منظره بهشتی. والا آقای بابایی نماز داره میخونه، منم به هوس افتادم یکی دو رکعت بخونم. گوجه‌مونو آقای کاظمی‌رم گوجهش تو برداشتم. به به به، عمرم گوجه همچین گوجه نخورده بودم. حالا قبول کردین که من بچه دهاتم؟ ها؟ آقای کاظمی؟ واقعا شیرمردی. بیا بیرون دیگه، بسته. بذار یه خورده دیگه هم بپرسه. به به، این قشنگ پخته. آقای روحی، شما همونی نبودی که در 26/5/97 روی گون داشتی گوجه کباب میکردی؟ مگه همون سندشم من دارم. فرمایشات چه کسی است؟ آقای کاظمی ولی باور در صحن کنید مجلس. این حقیقت میگم، منم میتونم بگم به یه شکلی تا به امروز برنامه به این حد بهم خوش نگذشت. نمیدونم چرا، خیلی لذت بخش بود. دقیقه امیری زیر ابر و مه پنهان شد. هوا الان خنک شد، مه گرم اومد خنک شد. تو بالا که آفتاب بود خیلی گرم بود اصلا حسابی. الان دیگه خنکی زد دیگه. الان ساعت خلوش تقریبا 7:30 نزدیکی های 8 که دیگه ما تو این هوای رویایی داریم برمیگردیم. هر کی دیگه بود اینجوری حرف میزد تا حالا 10 باره گرفته بودن. تو از بچه‌های بالایی. به تاریکی خوردیم. این تاریکی